آیا شما از این معلم‌های عقده‌ای دارین؟ آقا من الان کلاس هفتمم و یه معلم دارم، حالا نمیخوام اسمش بگیرم ولی دبیر علوممونه. این خیلی عقده‌ایه، انگار داره عقده خوش سر بچه ها پیاده میکنه. این که انگار عقده خوش سر بچه ها پیاده میکنه اینجوری که اصلا میخواد امتحان بگیره یه جوری جامون رو عوض میکنه انگار میخواد کنکور بگیره. آقا ما تک صندلی میشینیم، ولی خب با اینکه جامون رو این کنکور رو عوض کرد باز بچه های ما با موفقیت تقلب کردن. بعد عادی ترین صدای میومد برگر میگرفت جر میداد مینداخت تو سطل آشغال. اگه میخوایی بیشتر راجع به دبیره روانی مسئله گذشته هم صحبت کنم لطفا این ویدیو رو لایک کنید.